در این مراسم علاوه بر سفرا و دیپلمات‌های ایران، ترکیه، آذربایجان، الجزایر، سودان و دولت خودگردان فلسطین، مقامات دولت‌های سابق هند، تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس این کشور و جمع زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی سرزمین 72 ملت حضور داشتند. کشورهای قدرتمند جهان فقط به فکر منافع خود هستند و اکنون از ترس اینکه روابطشان با اسرائیل خراب نشود سکوت می‌کنند. هندیانی که دستشان برای حمایت از ملت فلسطین در برپایی تظاهرات در خیابان‌ها بسته است، برای چندمین بار در سالن‌های اجتماعات همایش‌های تحلیلی و علمی برگزار کردند. ما شهروند کشور گاندی هستیم و علیه بی‌عدالتی اعتراض می‌کنیم. ظلم و ستمی که اکنون بر فلسطینیان می شود برای کشورهای اسلامی و مقامات آنها یک امتحان الهی است. اگر همه کشورهای جهان اسلام با هم متحد شوند، جنگ همان روز متوقف خواهد شد. وزرای دولت اسبق هند حمایت آمریکا را عامل کشتار فلسطینیان و تداوم نسل‌کشی در سرزمین‌های اشغالی دانستند. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتواند بدون اجازه و هماهنگی با صهیونیست‌ها کاری کند. اصلی سوال میره خیال سے جو ہے وہ یون نہیں ہے. در واقع سازمان ملل متحدی وجود ندارد. وقتی سازمان ملل میتواند نقش آفرینی کند که تحت فشار افکار عمومی جهان قرار بگیرد. سخنرانان استانداردهای دوگانه در استفاده از ابزار حقوق بشر و قرار دادن سازمان ملل در راستای منافع کشورهای غربی را محکوم کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.